و در روسیه در یک سال اخیر جزا دادن مهاجران و اقلیت‌های ملی برای ادای نماز در کوچه و صحبت درباره ارزش‌های دینی در مکان‌های عمومی زیادتر شده است. از جمله 2 جوان تاجیک را هم برای این کار جریمه‌های کلانی بستند و از روسیه بیرون کردند. همکاران ما در رادیو آزادی گزارش را در همین باره آماده کردند و قبل از برنامه درباره این موضوع صحبت داشتم با همکارم کیومرث سیاتا و از تازه‌ترین موارد این جزا و تنبیه‌ها و نظرها درباره آن در روسیه پرسیدم. بله طاهر، در شهر مسکو یک راننده تاکسی و زاده چچنستان را برای نماز گذاشتن در نزد بینای اداره بازرسی دولتی اتومبیلی جریمه بستند. نمازگذاری او را کسی در ویدیو گرفته است و پس از چند هفته راننده را بر اساس ماده تبلیغات غیرقانونی دینی جریمه تعیین کردند. خبری پرونده مذکور ماه ایول کانال اتنوپریستوپنوست، یک کانال مهاجر ستیز و ملتگرا در روسیه نشر کرد. در آن گفته میشد که راننده به سبب پیدا نکردن جای مناسب برای نماز در میانه راه ایستاده است و در نزد یکی از شعبه‌های اداره بازرسی دولتی اتومبیلی جای نماز را روی زمین پهن کرده و نماز خوانده است. یک راهگذر او را به ویدیو گرفته به مرکز مبارزه با اکستریمیسم یا افراطگرایی شکایت کرده است. بعد 2 هفته این راننده را که احمد نام داشته است بازداشت کرده و به دادستانی آوردند. او در آنجا گفته است که به سبب نبودن جای مخصوص نمازخوانی در نزدیکی مجبور شد که در کوچه عبادت کند. پرونده احمد را به دادگاه فرستادند و دادگاه امر داده است که او 5000 روبل جریمه پردازد. صرف نظر از آنکه حادثه در شبکه‌های اجتماعی غوغا و هیاهو برانگیخت، مقامات چچنستان آن را شرح ندادند. پیشتر رهبر این جمهوری رمضان قادیروف که خود را حامی مسلمانان و چهره اساسی جهان اسلام در روسیه می‌داند صدا بلند می‌کرد، ولی این دفعه خاموش بود. سیاستشناس قفقازی روسلان ایسین سکوت مقامات چچنستان را تعجب آور نامیده گفته است از بس که قادیروف خود را پشتیبان اسلام می‌شمارد وقتی آن رسیده است که به این حادثه توجه و از هموطن خود حمایت کند. اما حالا می‌بینیم که در چنین حالت‌ها قادیروف و اطرافیان او خاموشی را افضل می‌دانند. و سوال دیگر از همکارم کیومرث سیاتا درباره پرونده‌های دیگری پر سر و صدای جزا با اتهام ترغیب غیرقانونی دین بود و هم اینکه آیا نمایندگان مذهب‌های دیگر در روسیه نیز چنین جزاهایی گرفتند. طاهر، تنها در سال 2025 در حوزه فدرالی قفقاز شمالی در روسیه ماموران پلیس 22 پرونده درباره به اصطلاح ترغیب غیرقانونی دینی باز کردند. مثلا دادگاه شهر تویاپسی سمرالدین سالیوف و جلیل سعیدزاده را که 2 شهروند تاجیکستان هستند برای صحبت درباره دین اسلام گناهکار دانست و هر دو را 30000 روبلی جریمه بست. همچنین امر داد که از روسیه رانده شوند هر دوی آنها. در ولایت کراسنودار دادگاه شهروند ازبکستان الهامبک بولتایف را 30000 روبل جریمه بست، زیرا او در میدان ساختمان جای عبادت تشکیل کرده است که کارگران آنجا نماز می‌گذاشتند و درباره اسلام صحبت می‌کردند. رهبر تشکیلات مسلمانان اخلاص در شهر تاگانروگ مگامد کبیدوف نیز 5000 روبل جریمه شد، چون به گفته دادگاه او در خانه‌اش غیر قانونی به دیگران اساسهای اسلام را درس داده است. در تیر ماه سال 2024 در ناحیه اوروان جمهوری کبردین-بالقر یک باره 5 نفر را با اتهام ترغیبات غیرقانونی دینی به جوابگری کشیدند. در بین آنها امام دهه چگم احمد کردنوف و یک آموزگار زبان عربی هم هست. سیاستشناس روسلان ایسین در صحبت با رادیو آزادی گفت که در روسیه برای مسلمانان در اجرای فریضه های دینی محدودیت های زیاد گذاشته شدند، اما برای جامعه مسیحی امکانات های وسیع فراهم میکنند. مثلا کلیسا میسازند و به مکتب ها روحانیان مسیحی را دعوت میکنند. به گفته این سیاستشناس این کارها هیچ کس را به دهشت نمی‌آورد و برعکس گویا وطن دوستی به حساب می‌رود. عین زمان او اشاره می‌کند که در مسکو همگی 4 مسجد عمل می‌کند و بنابراین سوال به میان میاد که مسلمانان که باید در یک روز 5 وقت نماز گذارند آن را در کجا ادا کنند. همکارم کیومرث سیاتا بود که درباره تبعیض و زیر پا کردن حق اقلیت‌های مذهبی در روسیه صحبت میکرد و با این صحبت و پایان اخبار آزادی رسیدیم. ولی اگر میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام، یوتیوب و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند، با ما نویسید. تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر می شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و روز و روزگار برای همه شما خوش.